ایده‌ای در سوختگی‌های درصد بالا داریم، مشخصاً سوختگی بالای 40%. و مشکل اصلی اونم مرگومی. متاسفانه سوختگی که بالای 40% میشه خیلی از موارد منجر به مرگومی میشه. از این فاز که عبور بکنیم و مریض رو بتونیم زنده نگه داریم و سپسیسش رو کنترل بکنیم، تازه مشکلات پوشش پوستمون شروع میشه. مریضی هست که حدود 90% سوختگی داره و ما هیچ پوستی نداریم که بخوایم جایی که الان فاقد پوست هست پوشش بدیم. یکی از تکنیک‌های خیلی مؤثر برای این قضیه تکنیک میک است. ما در میک نسبت‌هایی که میتونیم پوست رو اکسپند بکنیم و گسترش بدیم نسبت‌های خیلی بالاتری از تکنیک‌های معمول اون هست نسبت به مش و اینا، چون که اون مربع‌هایی که ایجاد می‌کنیم به صورت کامل از هم جدا میشه و از هر 4 بعد قابلیت اتصال داره، حتی نسبت 1:9 هم میتونه برای محاسبه بکنه. به همین خاطر خیلی در واقع مشخص هست و ملموس که در سوختگی با درصد خیلی بالا که بافت دونور پوستی که داریم که باید استفاده کنیم و اکسپند بکنیم و در محل مورد نیاز استفاده کنیم بسیار کم هست، این تکنیک رو به کار میگیریم که انشاءالله این پوست رو بتونیم استفاده کنیم. زمان میدیم یک مدت که اون محل دونور رو دوباره تغییر میشه و انشاءالله از همون محل دوباره استفاده کنیم برای جاهای دیگه. به لحاظ زیبایی هم نظر خود من اینه که تکنیک میک چون به صورت حالت مربع‌های مشخص و سایزهای کاملا همسان هست، از جهت بعد زیبایی هم به نظر میاد که کمتر از حالت مش نباشه و حتی بهتر باشه. البته عمده مشکلی که داریم خود میزان اکسپنشن، یعنی در نسبت‌های بالای اکسپنشن خب مسلماً چون فواصل بین این مربع‌های پوستی با بافت در واقع اپیتلیالیزیشن تکمیل میشه، این نسبت زیبایی مقدار پایین بیاد، ولی از نظر شکل هندسی چون مربع‌های سایز هم هست به نظر میاد که از نظر شکل هندسی بحث زیباییش هم کاملا باشه. حالا انشاءالله مریضی که درصد بالا هست از اون فازهای سپسیس گذشته و زنده مونده الان آماده‌ایم که